با عشق بی پایان به ایران عزیز و ارادت خدمت شما هم میهنان، اطلاعیه شماره 2 جبهه دموکراتیک مردم ایران را به اطلاع میرسانیم. هم میهنان، ایران عزیز ما این روزها بیش از پیش مورد تهاجم وحشیانه داخلی و خارجی قرار گرفته است. از داخل نیروهای سرکوبگر و ضد بشری حکومت آخوندی به کشتار و قتل عام مردم ایران پرداختند و از خارج هم امپریالیسم و ایادی و متحدانش ایران ما را به لبه پرتگاهی هولناک کشاندند. در این میان دو طرف با جعل واقعیت‌ها، اخبار و حقایق تاریخی سعی در مخدوش کردن مرز میان دوست و دشمن شما را دارند تا به این طریق شما را گمراه کرده و لبه تیغ مبارزات شما ملت ایران را در جهت منافع و اهداف پلید خود سوق دهند. اجانب و نوکرانشان با پادکست های مختلف و رسانه هایی که حتی نام مقدس ایران را بر خود نهاده اند دیدیم که چگونه با دادن فراخوان هایی که فقط جنبه تبلیغاتی و آماری برای امپریالیسم جنگ طلب و متحدانش داشت جوانان ما را به خیابان ها کشاندند و حکومت آخوندی نیز 10,000 نفر از عزیزان ما را قتل عام کرد. گرچه عاملین جنایت و قتل عام پاسداران، بسیجیان و ایادی دیگر حکومت آخوندی بودند، اما نباید نقش بلندگوها و رسانه های نوکر اجنبی را در به خیابان کشاندن و گمراه کردن مردم ما نادیده گرفت. باید به یاد داشته باشیم همانطور که در اطلاعیه زندانیان سیاسی پس از بمباران زندان اوین آمده است، جنگ امپریالیسم جنگ طلب و متحدانش با حکومت آخوندی مبارزه و جنگ ملت ایران نیست. آنها برای حفظ منافع خود با حکومت آخوندی در افتادند و گرچه در تبلیغاتشان منت آن را بر سر ما میگذارند، اما واقعیت این نیست. تنها افراد ساده‌لوح در این جنگ از یک طرف طرفداری میکنند و فریب آنان را میخورند. لذا برای مقابله با تبلیغات و تحریفات اجانب و نوکرانش، جبهه دموکراتیک مردم ایران اقدام به تولید ویدیوهایی با عنوان ناگفته‌های تاریخ نموده است تا نه تنها از به فراموشی سپرده شدن واقعیت‌های تاریخی کشورمان جلوگیری کند، بلکه در جهت آگاهی شما عزیزان از اخبار و تاریخ تحریف شده ایران عزیز نیز اقدامی کرده باشیم. در این ویدیوها ما اهداف زیل را در نظر گرفته ایم: احیای آن بخشی از تاریخ کشورمان که با تحریف‌های رژیم‌های حال گذشته در حال فراموش شدن است. 2. آموزش سیاسی با آموزش تاریخ کشورمان، چرا که به گفته معروف آنها که از تاریخ درس نمیگیرند مجبور به تکرار آن هستند. و 3. رسوا کردن تلاش اجانب، ایادی آنها و رسانه هایی که برای دوست جلوه دادن خودشان و برای گمراه کردن شما و همسو کردن مبارزات شما با اهداف خود تلاش میکنند. این ویدیوها نه تنها آموزشی و سرگرم کننده اند، بلکه کریتیکال تینکینگ یا تفکر تحلیلگرانه را نیز تقویت میکنند. ما شما را به تماشا و استفاده از این ویدیوها دعوت میکنیم. باشد که این اقدام ما گامی در جهت شکست امپریالیسم جنگ طلب، متحدانش و حکومت ضد بشری و ضد ایرانی آخوندها باشد. با امید آن روز. جبهه دموکراتیک مردم ایران، 23 جولای 2026.